آیا تا حالا شده وارد جمعی بشی و فقط حضور یه نفر کافی باشه تا تمام انرژیش رو بمکه؟ تا حالا شده با کسی حرف بزنی و بعد از اون مکالمه احساس خستگی روانی کنی؟ اگه جواب مثبت، احتمال زیاد با یه آدم سمی روبرو بودی. آدم های سمی مثل دود نامرئن، دیده نمیشن اما کم کم خفت میکنن. اونا ممکنه همیشه گله و شکایت کنن یا مدام دیگران رو تحقیر کنن، یا با حرفای قشنگ ولی نیشدار تو رو کوچیک کنن. اما سوال اینه چطور باید با این آدم ها کنار بیایم بدونی که آرامشمون رو از دست بدیم؟ بخش اول، شناسایی آدم‌های سمی. اولین قدم برای رهایی از تاثیرشون شناسایی. آدم‌های سمی معمولاً ویژگی‌هایی دارن مشخص، مثل همیشه قربانی‌ان، انرژی منفی به اطرافشون پخش میکنن، خودشون رو محور دنیا میدونن، حرفشون همیشه باید آخر باشه، با احساس گناه و ترحم دیگران رو کنترل میکنن. حالا سوال اینه چرا این افراد تاثیرگذار هستن؟ چون ذهن ما اغلب واکنشگره نه پاسخگر. یعنی به جای این که فکر کنیم سریع واکنش نشون میدیم. بخش دوم، ساختن سپر ذهنی. اینجاست که باید یک دیوار دفاعی ذهنی بسازی. چطور؟ با چند تکنیک ساده ولی قدرتمند. 1. آگاهی لحظه‌ای. هر وقت با آدمی مواجه شدی که باعث تنش میشه، قبل از هر واکنشی یه نفس عمیق بکش. فقط 3 ثانیه سکوت کن. همین 3 ثانیه میتونه بین واکنش احساسی و پاسخ منطقی فرق بزرگی ایجاد کنه. 2. تعیین مرزهای سالم. تو مسئول آرامش روانی خودتی. لازم نیست با همه مهربان باشی. گاهی لازمه مؤدبانه ولی قاطع بگی الان دوست ندارم راجع به این موضوع صحبت کنم. 3. استفاده از تکنیک پاسخ خاکستری. آدم‌های سمی از واکنش‌های احساسی تغذیه می‌کنن. پس وقتی باهاشون برخورد می‌کنی واکنشت بی‌رنگ و بی‌احساس باشه، نه خیلی سرد نه خیلی گرم. بخش سوم، مدیریت احساسات خوده. بزرگترین بازی که آدم‌های سمی راه میندازن بازی احساسات اوناست. ازت واکنش میخوان، عصبانیت، دفاع، گریه، تعجب، هر چی باشه برای اونا خوراکه. اما تو میتونی بازی رو عوض کنی وقتی بدونی که احساساتت در اختیار توه نه دیگران. اون وقتی که قدرت واقعی رو حس میکنن. چند تمرین ساده ولی موثر. نوشتن احساسات. وقتی که کسی ناراحتت کرد اون لحظه لازم نیست پاسخ بدی، فقط یه دفتر بردار و هر چی تو ذهنت هست بنویس. مراقبه روزانه. روزی 5 دقیقه سکوت کن و فقط روی نفس کشیدن تمرکز کن. باور کن این کار ذهنت رو مثل شمشیر تیز میکنه. تجسم ذهنی سپر انرژی. تصور یه سپر طلایی دورت هست که هیچ انرژی منفی نمیتونه ازش عبور کنه. بخش چهارم، رهایی و رشد. مهمتر از همه این که بفهمی بعضی وقتا تنها راههای رهایی از تأثیر آدم‌های سمی فاصله گرفتن، نه به معنی نفرت یا دشمنی بلکه به معنی مراقبت از روح و روانت. زندگی تو ارزشمنده. تو شایسته آرامشی، شادی و ارتباطهای سالم. هر لحظه ای که
با افراد اشتباه میگذرونی، در واقع داری به اونها اجازه میدی بخشی از زندگیت رو بدزدن. پس اینو یادت باشه، آرامش یک انتخابه و تو هر روز این انتخاب رو داری که با هر کی حرف بزنی، کیو ببخشی، از کی فاصله بگیری و برای چی بجنگی. حالا دیگه نمیدونم این صحبت واسه تاثیرگذار بود یا نه، ولی امیدوارم خوشت اومده باشه و لایک کنی و کامنت بذاری، چنل رو ساب کنی و زنگولاشو بذاری. ریال هر موقع من ویدیو گذاشتم خب بیا ببین دیگه مردی که عوضی.